بگذارین مردم را با آرامی و با امنیت برایشان فرصت بدین، همینطور نکنین. زدن تان، جنگ مقابل تان، مقابله تان ما خوب یاد دارم. امی ارمان تان را که تسلط به کشور بکنین شاید به گور ببرین. ما برایشان از همین ما پیغام میتم که نکنین. بازم برایتان توصیه میکنم، همه ما و شما باید برایشان توصیه بکنم که کشور ما و شما را، مردم بیچاره ما و شما را نارام نکنم. از همین نعمت‌ها که ما و شما برخوردار هستم باید شکر بگذارم، با اونم توصیه بکنم که چه شود. یقینا مردم شریفی کشور ما و شما نیاز به آبادی دارد. تا بکی جنگ چه است همین جنگ؟ الان امنیت قایم است، الحمدلله عدالت قایم است. کدام مشکل دارن، هر کس که مشکل دارن بیاین، دروازه ما و امارت اسلامی سر برابرشان چست باز است. کدام مشکل داری؟ هیچ نیاز به همین نیستن که کسی مزاحمت مقابل نظام اسلامی را بکنه. نه به کسی اجازه میتم انشاءالله.